حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت عزیزه دولتova دیروز 28 دکبر صادر شد. مرافع پس درهای بسته در بینای بازداشتگاه موقتی رقم 1 شهر دوشنبه یا سزا برگزار شد. یک شرکت‌دار مرافع با شرط فاش نشدن نامش بر ادعای آزادی گفت دادستان یا عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای عزیزه دولتova 11 سال زندان طلب کرد و دادگاه هم عزیزه دولتova را به 11 سال زندان محکوم کرد. با گفته منده بر اساس قانون عفو سال 2021 یک سال از حکم عزیزه دولتova را کم کردند. به این ترتیب عزیزه دولتova 10 سال را پس پنجره سپری خواهد کرد. در دادگاه عالی تاجیکستان برآمدن قرار نسبت عزیزه دولتova را تصدیق کردند ولی جزئیات بیشتر ندادند. یک مسئول دادگاه بر ادعای آزادی گفت نسخه کامل حکم روزهای نزدیک به طرفها داده می شود و در صورت ناراضی بودن آنها می توانند به زینه بالای شکایت برند. نظر عزیزه دولتova وکیل مدافعش و هم نزدیکانش نسبت حکم هنوز دسترس نیست. همچنین معلوم نیست که پیوندان مدینه محمدجانova قربانی اصلی در این قضیه تا کجا از حکم دادگاه راضی هستند و آیا آنها نیز از بالای حکم شکایت میبرند یا نه. عزیزه دولتova به سوی قصد کشتار متهم می شود. پیش از این یعنی دقیقاً روز 14 دکبر پرویز دولتov شوهر عزیزه دولتova به 8 سال زندان محکوم شد ولی بر اساس قانون عفو حکم او را به 5 سال و 2 ماه کم کردند. پرویز دولتov به دوزنگی، عذاب و عقوبت و به خودکشی رساندن عیبدار می شد. نظر او و وکیل مدافعش هم به این حکم هنوز معلوم نیست. عزیزه دولتova و شوهرش پرویز دولتov به اذیت و آزار مدینه محمدجانova یک جوانزن 32 ساله عیبدار شدند که 2 هفته قبل در بیمارستان قریه بالا درگذشت. حادثه شکنجه مدینه محمدجانova به گفته نزدیکانش آخر ماه اوگوست رخ داد. مدینه را در حالت کام به بیمارخانه انتقال دادند و او به خود نآمده 2 هفته پیش درگذشت. از او همسر دوم پرویز نام بردند و مقامات گفتند که عزیزه دولتova همسر اول دولتov او را به چنین حال آورده است. قضیه شکنجه مدینه محمدجانova از آن خاطر سر و صدای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد که در آغاز گمانبران این حادثه بر اساس قانون عفو از جوابگری آزاد شدند ولی بعد مراجعه فعالان جامعه شهروندی به شهردار دوشنبه رستم امامعلی دادستانی تحقیق قضیه را از سر گرفت و پرویز دولتov و عزیزه دولتova را بازداشت کرد. قضیه مدینه محمدجانova باعث برکناری معاون دادستان ناحیه سینا و هم سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا گردید. مولا رجب یوسفی، نگار فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.